بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های ارجمند رادیو حریت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از حریت خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. تعهد امارت اسلامی به توسعه پوهنتون‌ها و مکاتب در کشور. معاون سیاسی ریاست الوزرا میگوید که امارت اسلامی در کنار مدارس دینی به توسعه پوهنتون‌ها و مکاتب نیز متعهد است. تاکید عباس استانکزی بر مهم بودن روابط سیاسی امارت اسلامی با نروژ. معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با شاژدفیر سفارت نروژ در کابل روابط امارت اسلامی با نروژ را مهم خوانده است. لغو تمام احکام اداره پیشین در مورد همکاران امارت اسلامی. بر اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله، تمامی احکام صادره سوی محاکم اداره پیشین در خصوص تعقیب و مجازات مجاهدین و همکاران امارت اسلامی دیگر اعتبار ندارد. و وزیر خارجه ترکیه بر بازگشت امنیت و ثبات در سوریه تاکید نموده است. باز هم خوش آمدید. رحیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا در یک مراسم دستوربندی مدرسه جهادی لوگر گفته است که امارت اسلامی در کنار مدارس دینی به توسعه پوهنتون‌ها و مکاتب نیز متعهد است. معاون سیاسی در این مراسم گفته که تلاش جریان دارد تا محصلین پوهنتون‌ها به روحیه دینی آموزش ببینند و به کشور خدمت کنند. به گفته او، امارت اسلامی از افغانستان نمایندگی بهتر کرده می‌تواند و در چند سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان روابط داشته باشد. این مقام بلندپایه حکومت گفته که امارت اسلامی حمایت مردم را دارد و همه شهروندان کشور همون گونه که در پیروزی نظام اسلامی سهم داشتند در حکومت نیز سهم هستند. معاون سیاسی در حالی از تلاش‌ها برای پیشرفت در پوهنتون‌های کشور خبر داده که در 3 سال گذشته شمار زیادی از پروژه‌های زیربنایی در نهادهای اکادمیک کشور را اندازی شده که برخی آن تکمیل و کار برخی دیگر آن به شدت ادامه دارد. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه در دیدار با شاژدفیر سفارت نروژ در کابل گفته که روابط امارت اسلامی با نروژ مهم است. وزارت خارجه در خبرنامه گفته که دو طرف درباره مسائل سیاسی و بشردوستانه گفتگو کرده و ابراز امیدواری کردند تا برای موضوعات مربوطه از طریق تعامل راه حل دریافت شود. رفت آمد دیپلمات‌های کشورهای غربی در حال به کابل افزایش می‌یابد که چندی پیش وزارت خارجه آمریکا گفته بود که امارت اسلامی با انزوای سیاسی مواجه است، سخنانی که تا کنون دروغ ثابت شده است. وزارت عدلیه امارت اسلامی خبر داده که بر اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله، تمامی احکام صادره سوی اداره پیشین در مورد همکاران امارت اسلامی لغو شده است. این وزارت گفته است که بر بنیاد این فرمان تمامی احکام صادره سوی محاکم اداره پیشین در خصوص تعقیب و مجازات مجاهدین و همکاران امارت اسلامی دیگر اعتبار ندارد. در این فرمان ادارات مربوطه موظف شدند که اطلاعات مربوط به این افراد را از سیستم‌های بایومتریک، تعقیب عدلی، دفاتر فیصله‌های جزایی و سایر سیستم‌های الکترونیکی خارج کنند. با سپاس از این که حریت را میشنید. و هم در خارج از کشور، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست دیپلماتیک با آنالانا بربوک وزیر خارجه آلمان بر اهمیت بازگشت امنیت و ثبات در سوریه تاکید نموده است. آقای فیدان با اشاره بر حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سوریه بر لزوم ایجاد فرآیند انتقال جامع و فراگیر و رعایت حقوق اقلیت‌ها در سوریه تاکید کرده است. خبرگزاری TRT خبر داده است که وزیر خارجه ترکیه در این نشست از جامعه بین‌المللی خواسته است تا در راستای بازسازی سوریه و دستیابی به صلح و ثبات یک رویکرد سازنده و مؤثر اتخاذ کند.
شنونده های ارجمند، این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس.